زندگینامه استاد کمال خوجندی. استاد کمال خوجندی یعنی کمال‌الدین خوجندی سال 1321 در شهر خوجند به دنیا آمده است. تحصیل ابتدایی را در زادگاه خود گرفته، سپس به شهرهای سمرقند و شاه رفته است. از کتاب‌های مشهور آن زمان اول خصوص قرآن را که اساس تعلیمات زمانی ادبیات معاصر میباشد، آن را در سن 10 سالگی از خود نموده است. کمال خوجندی در سن 30 سالگی سفر حج کرده است و در بعد برگشتن از حج در تبریز زندگی خود را دوام داده است. کمال خوجندی یکی از ابرمردان ساحه علم در عصر خود بوده. کمال خوجندی هنگام تاخت و تازهای تخت‌امشخان از شهر تبریز به شهر سرای برده شده در آنجا 11 سال به اسیر افتاده است. در زمان اسیری خود در دوام 11 سال او بسیار اثرها را ایجاد کرده است و برای تبریز خود بسیار یادها کرده است و شعرها در وصف تبریز سروده است. و بعد 11 سال اسیری استاد کمال خوجندی به شهر تبریز برگشته است و در زادگاه خود فوت دیده است. عین حال باشد تربت استاد کمال خوجندی در شهر خوجند به خاک سپرده شده است که یکی از موقع خوب زیارتی تمام مردمان داخل و خارج کشور به شما می‌رود.